این 10 تا سریال رو نبین چون هیچ وقت تموم نمیشن. شماره 10 امردیل با 9114 قسمت. شماره 9 خیابان کورنشین با 10391 قسمت. شماره 8 همه فرزندان من با 10755 قسمت. شماره 7 یک زندگی برای زندگی کردن با 11136 قسمت. شماره 6 جوان خستگی ناپذیر با 12000 قسمت. شماره 5 وقتی دنیا میچرخید با 13858 قسمت. شماره 4 روزهای زندگی ما با 14000 قسمت. شماره 3 بیمارستان عمومی با 14100 قسمت. شماره 2 چراغ راه با 18262 قسمت. قبل از اینکه آخری رو ببینیم ممنونم از اینکه لایک رو میزنید. و شماره 1 سریال مرد شنی با 22200 قسمت. طولانی ترین سریال تاریخ که بیش از 6 سال طول میکشه تا تمومش کنی. اگه خوشت اومد این ویدیو رو بفرست برای فیلم بازا و تو کامنت ها بهم بگو طولانی ترین سریالی که دیدی چی بوده.